خب سلام دوستان عزیز، خوش آمدید. یاسمین هستم از کانال یاسمین تارت آنلاین و موضوع امروزمون میخوایم ببینیم یه انرژی خانه دیگه هستش، ببینیم چی به همون میگن. خب ببینیم چی در میاد. خوب هستین دوستان عزیز؟ ممنون از همتون. خب ببینیم چه خبره و چی بهتون میگن، چی کار باید کرد. اوکی. خب بهتون میگه go the time is right. الان وقت یه مسئله ایه. اوکی. خب فرشته دارن بهتون میگن الان وقت این مسئله که یه چیزی درست بشه. اوکی. خب ببینیم چی هستش، چی بهتون میگه. و بهتون میگه listen to your intuitions، یعنی به حس درونیت رجوع کن و گوش کن. اوکی. ببین حست واقعا چی بهت میگه. خب ببینیم چی هستش، راجبه چیه و اینکه ببینیم این انرژی خانی راجبه چی هستش که میگه الان وقتشه که این کارو بکنید یا الان داره این اتفاق خواهد افتاد به زودی. خب به حس درونیتون رجوع کنید، ببینید چی هست، بهتون چی میگه. اوکی. خب بهتون میگه time apart هستش، الان وقت سپریشنه، وقت جداییه و اینکه شاید جدا هستین از هم دیگه، یا اینکه یه اتفاقی داره میفته، حس درونیتون داره یه چیزی بهتون میگه که یه چیزی یا داره تموم میشه. اوکی. و اینکه یا اینکه احساس میکنید که کاشکی یه قدرتی داشتین که این مسئله رو درست میکردین اگه جدا هستین. خب اینجا بازم همش love language میاد. love language act of service اومده. خب actions speaks louder than words. خب میگه که الان وقتش هستش که حرکتی انجام بشه. اوکی. تا اینکه فقط حرفش زده بشه. متوجه شدین؟ یه مثلا شاید شما جدایین از هم دیگه و احساس میکنین که باید یه کاری برای این مسئله انجام بشه، ولی فقط دارین حرف میزنین، شعار میدین، فال میگیرین، حالا هیچ کاری انجام نمیشه. اوکی. بهتون میگه باید حرکتی انجام بشه که کاری انجام بشه. خب شاید حس شیشو بهتون داره بهتون میگه یه مسئله دیگه واقعا پرونده داره بسته میشه دیگه، هیچ راهی نداره توی این جدایی، توی این فاصله. یا اینکه حس میکنید که یه شخصی شریک احساسیتون داره ازتون دور میشه، میخواد فاصله بگیره، میخواد دور بشه به خاطر اینکه هیچ حرکتی انجام نشده برای پیشبرد رابطه، برای یه مرحله بالاتر بردن رابطه. اوکی. میتونه توی این دو زمینه باشه. خب ببینیم دیگه چی برمون میگه، چه اتفاقاتی داره میفته. خب از فرشته میخوایم ببینیم کمکمون کنن، ببینیم چی به همون میگن. خب religious factors اومد، مسائل مذهبی دارین شما با هم دیگه، یا فرهنگی یا اجتماعی، ولی بهتون میگه که این مسئله ساز ممکنه شده باشه برای شما. در هر صورت با هم دیگه متفاوتین و این بهتون میگه که it's safe for you to love. جای نگرانی نداره این مسئله، میتونین خودتون رو خلاص کنین. میگه الان وقتشه که قدرتتو به دست بیاری، جایگاهتو مشخص کنی توی این رابطه یا توی جایگاهی که هستی. خب که چون جای نگرانی نیست اصلا توی این رابطه، توی این مسئله جای نگرانی نیست، همه چیز هم براتون روشنه. الان وقت این هستش که تصمیم نهایی گرفته بشه. اوکی. خب ببینیم تاروت چی میگه بهتون، ببینیم تاروت چی میگه راجع به این مسئله. هرمیت اومد. شما ممکن الان قهرین با هم دیگه، دنبال راه حل میگردین برای برگشت.
خیلی هم احساس میکنین که شاید ریسکی هستش این مسئله، این رابطه درست شدنش، ولی من شروع جدید دارم میبینم براتون که به فکر شروع جدید هستین و اینکه پیش به سوی موفقیت ها همه چیزا رو دارین پشت سر میذارید و صحبتی میخواین بکنید با هم دیگه، صحبتی خواهید کرد و یه سری حقایق مشخص میشه. یه کسی میخواد حقیقتی رو بگه به طرف مقابلش، یک حقیقتی میخواد مشخص بشه، روشن بشه، گفته بشه. و بعد شروع جدید دارید با هم دیگه. اوکی، شروع و صحبت و اینا زیاد داریم. اوکی، خب بریم کلاریفای کنیم ببینیم چه خبره. ببینم این 8 of cups برای چی اومده. به خاطر این هستش یه نفر میخواد شروع جدیدی رو از ریشه بکنه و همه چیز رو درست کنه، درست بیاد جلو. اوکی، شاید از کسی کمک خواستن هستش برای واسطه شدن، برای صحبت کردن، برای این شروع هستش. خب ببینم آینده‌تون چی میشه با هم دیگه. طرف مقابلتون تنها الان با کسی نیست. اوکی، و شاید داره با کسی صحبت میکنه راجع به اینکه یه چیزی روشن بشه. شاید فال میگیره، شاید میخواد یه سری چیزا براش روشن بشه، ولی هیچ حرکتی اینجا انجام نمیشه، نشده برای شروع جدید. اسپیرسا بهتون میگن این حرکت رو اگه انجام ندید یا انجام نشه میس اپورتونیتی اومده. خب اگه حرکتی انجام نشه، این ستاره، این نوری که روشن شده، این فرصتی که به وجود داره میاد یا به وجود اومده ممکنه که از دست بره. اوکی، این مسئله هستش بهتون داره میگه در آیندهتون اگه حرکتی، چون اینجا هم همینو گفت، میگه که فقط حرف نباشه، فقط حرف این که دوستش دارم، آره ولی اذیتم میکنه، دوستش دارم ولی حرفامو گوش نمیده، دوستش دارم ولی با من این رفتارا رو میکنه. خب فقط دوست داشتن نیست، باید صحبت کرد، باید توی جایی با هم دیگه کنار اومد. هیچکی نباید رئیس اون یکی باشه، ولی دوتاییتون ظاهرا تنهایین و دوتاییتون هم میخواین یک شروعی داشته باشین، ولی هیچ حرکتی انجام نمیشه. اینجوری من دارم میبینم اینجا رو. خب ببینم چی میشه دیگه. دوتاییتون توان اینو ندارین که صحبت کنید یا خیلی زخمی هستید. شاید دوتاییتون هم تنهایین. اینجوری که نشون میده یکی از شما دو نفر یه بازی رو شروع کرده که اون یکی بازی رو نخواسته ادامه بده. اوکی، بازی رو شروع کرده برای خودش و فکر میکرده که برنده است، چون میخواسته، از قصد کرده که این بازی انجام بشه، از روی قصد، از روی دانایی، از روی روشنی که برنامه ریزی داشته که این بازی رو در بیاره. ولی نگاه کنید این شخص خیلی عصبانیه برای اینکه اون طرف مقابلش، اون رقیب یا حالا طرف مقابل نمیخواد بجنگه. میگه من نمیجنگم، من برای چی بجنگم که زخمی بشم، نمیخوام اصلا وارد این جنگ بشم. داره میره. اوکی، و میگه من به آرامشم فکر میکنم، من که نیومدم بجنگم، نیومدم که با کسی مبارزه کنم، اومدم آرامش بخوام. و این مسئله ساز شده. اوکی، چون کسی که نقشه کشیده بود برای اینکه بازی رو شروع کنه فکر میکرده که برنده میشه، با تمام قدرتش این بازی رو شروع کرده، میبینه که نه، داره موقعیتش رو از دست میده. خب و الان
داره به فکر آینده است که ببینه اگه حرکتی انجام نشه آینده چی میشه. این مسئله از دست بره آیندهش چی میشه. خب ببینیم آینده چی میشه اگه از دست بره. معلومه از دست میره، شما میرین دنبال زندگیتون هر کدوم دیگه چیزی نمیشه. خب ببینیم حالا چی میگه. داره فکر میکنه، منتظر فرصت مناسبیه شخصی. ببینیم بالاخره چیکار میخواد بکنه این شخص. خب یه اتفاقی خیلی سریع افتاده، سریع اتفاق خواهد افتاد. یه نفر خیلی سریع رفته بغل شخص سوم. اوکی، رفته پیش شخص سوم و الان ببین با شخص سوم چطوره. اوکی، نه که برعکس اومد. خب الان ولی شخص سوم هم نیست، تنهاست. شخص سومی وجود نداره الان. اوکی، خب ببینیم چی کار میخوان بکنم. بالاخره این انتظار چی هستش، ولی خیلی خیلی هنوز گاردا بالاست، هنوز شمشیرا بالاست. این هیچ کدومتون از موضع قدرت خودتون پایین نمیان و دوتاییتون میخواین که حق به جانب باشین. دوتاییتونم میخواین میگین که من تا ابدم شده همینجوری وای میستم سر حرفم. خب ببینیم بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد. خب اسپریتو دارم بهتون میگن الان وقتشه یه کاری انجام داد. ببینیم الان چه وقتشه، وقت چه کاریه. وقت برنده شدنه. خب چجوری برنده بشن این دوستان عزیز، چجوری برنده بشن؟ خب بهتون میگه خورده باید دونه‌ای که میکارین باید صبر کنید که عمل بیاد. شما با عجله نمیتونین دونه‌ای که کاشتین یه دفعه بخواین میوه بده، اون درخت بشه درخت و بعدش میوه هم بده. باید مرحله به مرحله برین جلو. خب ببینیم چجوری باید برن جلو مرحله به مرحله. خب مسئله تصمیم گیریه، نمیتونین تصمیم بگیرید. یه مسئله بلاکج هستش، تصمیم گیری هستش. خب چی؟ ولی در هر صورت باید شروعی بکنید، چون این شما هر دوتاتون کالای ازدواج خوب هستین، آدمایی هستین تک تک خوبین، همه چیزتون خوب هستش، ولی متاسفانه یا صبر ندارید یا خیلی لجوجین. خب دوتاییتون انگار توی انرژی هستین، خیلی سریع میخواین برین سر اصل مطلب و عجله میکنید برای هر چیزی. خب دلتنگ همدیگه هستین و دوتاییتون آرزو دارین که همه چی درست بشه. خب بالاخره چی میشه؟ به همون بگو. ممکنه مسئله قانونی مطرحه یا اینکه مسئله قضاوت کردن همدیگه، سریع قضاوت میکنین همدیگه رو، این باید درست بشه نه مشکلتون. خب وگرنه پشیمون خواهید شد. اینجا خیلی دوباره داره پشیمونی رو براتون میاره. یه نفر خیلی پشیمونه از اینکه رفته سمت شخص سوم و به تو آف کاپسش، به عشق واقعیش توجه نکرده، رفته سمت حاشیه ها، ولی پشیمونه و شاید به خاطر مسائل مالی که مالش رو نگه داره یا پولش رو نگه داره یا مسائل مالی مطرح بوده این وسط، فکر میکرده اونجوری به آرزوش میرسه و ولی الان گرفتاری اومده براش. این شخص گرفتار شده، نمیدونه چیکار کنه. خب بالاخره چی میشه؟ اسپریت رو به ما بگین. فایو آف پنتاکلز اومد. این شخص شاید پولش هم از دست داده یا داره دیگه هیچی نداره. اون پولی که خواسته از سمت طرفش ببره یا نده یا در هر صورت مسئله مالی بوده، اونم از دست داده و این شخص هیچی نداره دیگه. اوکی. خب شریعت اومد
ولی تصمیمی برای برگشت گرفته میشه به زودی تا 9 بعده 10 بعده دیگه، اینطوری که دارم میبینم. او ازدواج و به هم رسیدن و اینا رو دارم میبینم، شروع جدید دارم میبینم. اوکی. برای خیلیاتون شاید 70% این اتفاق بیفته، ممکنه تا زمستون این اتفاق بیفته، بین 9 روز دیگه تا زمستون این اتفاق خواهد افتاد. و اینکه مسئله این هستش که یه مسئله تموم نشده رو همینجوری نگه داشتین که باید مسئولیتش رو بپذیرید و تمومش کنید، روش باید کار کنید. اوکی؟ شما حق انتخاب دارید، میتونید ادامه بدید، میتونید ادامه ندید. خب این رابطه رو الان وقت تصمیم نهایی هستش برای دوتاییتون، ولی اکثرتون ظاهرا دوباره تصمیم میگیرین که به هم دیگه برگردید. خب بریم ببینیم چی هستش. ولی در نهایت میگه به حس درونیت گوش کن، رجوع کن، ببین الان وقت این هستش که خودتو آزاد کنی، خلاص کنی، تموم بشه، یا اینکه بخوای ادامه بدی، دوباره توی این رابطه بخوای ادامه بدی و ببینی چی میشه. تفاوت‌ها رو بپذیرین. میدونی چی میگم؟ خب بریم سراغ چارمز. ببینین نه چارمز اول ببینم پیام آخر اسپریت‌ها عزیزان رفته چی هست به شما. بهتون میگه لیدرشپ اومده، مدیریت کنید این رابطه رو، یا احتیاج به یه مدیریت خوب داره این رابطه. دقیقا شما احتیاج به این دارین که کسی بخواد شما رو حمایت کنه، یا اینکه شما باید مسئولیت پذیر باشین. حالا تو بستگی داره به جایگاهتون توی رابطه، خانم هستین، آقا هستین، کی بده کی خوبه فرقی نداره، مسئولیت پذیر باید باشین. خب بهتون میگه شما وقتی به هم برسین دیگه تا آخر عمرتون با هم خواهید بود. اوکی؟ خیلی هم عالی. خب بریم سراغ چارمز، ببینیم چارمزها چی میگن بهمون. خب ببینیم چارمزها چی میگن بهتون. ظاهرا من دارم میبینم یه نفر پنهانی داره میره، سورپرایز هستش به سمت طرفش، ولی اینجا بلاکج میبینم، شاید احساس میکنه بلاک شده، راه به جایی نداره، ولی خیلی شدید میخواد برنده باشه. این شخص دلتنگه، خیلی شدیداً دلتنگه، و اینکه در هر صورت این شخص میخواد دلو به دریا بزنه، ریسکی بکنه، میخواد این کارو بکنه، میخواد دوباره این رابطه رو بسازه. اوکی. احساس میکنم که حالا میتونه ساختن رابطه باشه، ولی میتونم کسی نقشی داره توی جدا شدن شما از هم دیگه. اوکی، یه افرادی یا یه شخصی داره نقشه میکشه، یا اینکه نقشی داره توی این رابطه که اگه احساساتتون یه دفعه به هم میریزین، یه دفعه بلاک میکنین همدیگر رو، همه چی یه دفعه اتفاق میفته، به خاطر این هستش، یه انرژی منفی اینجا هستش توی رابطتون. اوکی. خب اینجا حرف B E Q D E Y
چه خبره؟ پی سی. خب شاید تو کامپیوتر کسی چیزی دیده یا خواهید دید. مسئله قانونی ممکنه مطرح باشه، ربط به مسائل مالی یا مسائل مالی مطرح میشه توی این مسئله قانونی. اوکی. من یه شخص دیگر رو دارم میبینم، یه آقای دیگه که آرزو داره که وارد این رابطه بشه. اوکی. شما اگه خانم هستین، یک آقای دیگه میخواد بیاد توی رابطه باهاتون، ولی شما به حرفش گوش نمیدین یا نمیبینین این شخص رو. شخص دیگه ای هست. اوکی. منتظره که شما از رابطه بیاین بیرون تا بتونه باهاتون وارد رابطه بشه. اوکی. یا اینکه در هر صورت یک رقیب این وایساده آرزو داره که شما از هم جدا بشین. اوکی. که سریع بیاد توی رابطه. خیلی زیر ذره بین گذاشته این مسئله رو، خیلی فوکس کرده که این رابطه تا تموم شد بخواد رابطه رو شروع کنه. ممکنه که برای بعضیاتون ممکنه که این شخص یا قاضیه یا وکیله و خودش میدونه که این رابطه کی تموم میشه. احتمالش خیلی زیاده که بخواد پیشنهادشو بده. اوکی. خب بهتون میگه که شما الان یکی از شما دو نفر پخته تر از اون یکیه. خیلی مهمه این مسئله، برای اینکه یکیتون هنوز انرژیش بچگانه است، نمیشه کارش کرد. به آرامش خواهید رسید، مسائل مالیتون حل میشه، مشکلی ندارین. خب اینجا پایسیس اومد، اسفند و اسکورپیو آبان، انرژی عنصر آب زیاده اینجا. و اینکه خب عدد 9 8 16 19 27 شما سولمیت هم هستیم. یینگ اومد. خب بریم ببینیم چی بهتون میگن. این چیزا رو دیدم مال گفتم کسی هست، یه مرجع قانونیه که میخواد، یه آقایی هستش که میخواد وارد رابطه بشه. یاد این افتادم یکی از اقواممون توی ایران طلاق گرفته بود، رفته بود تو محضر بخواد طلاق نامش رو بگیره. اون یارو محضر داره بهش گفته بود هر موقع صیغه خاصی بیا من در خدمت هستم. اینم رو بود همچین چیزی. همچین چیزیه کسی وایستاده که از آب بلالود ماهی بگیره. خب اینجا تارس اومد، اردیبهشت. میگه unfair decision، تصمیم ناعادلانه‌ای گرفته شده اینجا. یکی از شما دو نفر تصمیم ناعادلانه‌ای گرفته در برابر اون یکی. mental health اومده. خب شاید این شخص مشکل روانی داره یا مسئله روانی اینجا هستش. mental health. خب مواظب باشین مشکل روانی نباشه این وسط. اگه هست خطرناکه. خب بهتره که جدا بشین. اینجا هم بهتون میگه safe for you to love. باید مطمئن باشین که این رابطه امنیتتون توش هست. اوکی؟ چون بعضی واقعا وقتی روانی میشن اسکیزوفرنی دارن یا چیزی تجسم میکنه که شما رو با کسی دیده، تجسمات و دروغای خودش رو باور میکنه، یا اصلا اون شخص تو خودش نیست، مغزش جور دیگه ای چیز میشه. اینجا اومده ممکنم هست که یه شخصی داره بازی میکنه و تو ذهن این شخص افکاری رو میسازه که این شخص دچار چیزای روانی میشه. خب میگه دینو
یه چیزا رو علیه شما قایم کردین یا فکر میکنین طرفتون نمیدونه، میدونه، همه چی خبر داره. سعی کنین دروغ نگین بهش. یا اگه مسئله قانونی دارین اونا میدونن همه چیز جریان چیه. خب میگه you broke my heart. یه نفر بمونه که این چیز حرفتونه، با هم دیگه قلب شکستگی هست، با هم دیگه این صحبت خواهید کرد. طرفتون بهتون میگه تو قلب منو شکستی. خب بهتون میگه شما رقیب نداری، نگران نباش. همونطور که گفتم الان در حال حاضر شما رقیب نداری. ممکنه قهرم با هم دیگه یا تموم کردن. زال اومد، البته زال اومد. اوکی. خب that's it دوستان عزیز، امیدوارم جوابتون گرفته باشین. مرسی که گوش دادین، ممنون که هستین. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره لطفا. تا ویدیوی بعد فعلا خدا حافظ همگی. خدا حافظ تا بعد.